تا حالا شده از خواب بیدار بشید و نتونید تشخیص بدید چیزی که دیدید خواب بوده یا واقعیت؟ چرا خواب‌ها گاهی اونقدر واقعی به نظر میرسن ولی بعد چند دقیقه همه چیز رو فراموش میکنیم؟ بیایید امروز با هم رمز این معما رو بفهمیم. وقتی به خواب میریم مغز ما وارد مرحله‌ای به نام حرکت سریع چشم میشه. این مرحله زمانی هست که بیشتر خوابمون رو دیدیم، اما نکته جالب اینجاست در این حالت بخش‌هایی که مغز مثل هیپوکامپ که مسئول ذخیره‌سازی حافظه بلند مدت هست کمتر فعالیت میکنن. این یعنی خواب‌ها مثل یک فیلم در لحظه پخش میشن ولی به حافظه ما منتقل نمیشن. اما چرا بعضی از خواب‌ها مثل کابوس‌های شدید یا خواب‌های عجیب هیچ وقت فراموش نمیشن؟ تصور کنید در حال دویدن از دست یک حیوان وحشی تو خواب هستید. آدرنالین تو مغز شما زیاد میشه و مرکزهای هیجانی مغز بیشترین فعالیت رو دارن. به همین دلیل این نوع خواب‌ها ممکنه در یادتون بمونه چون بخش‌های مربوط به ترس و احساس فعالتر از حافظه کار میکنن. دانشمندان میگن مغز ما خواب‌ها رو به خاطر منطقی نبودن و جدا بودن از دنیای واقعی ذخیره نمیکنه. مغز با خودش میگه این تصویرها کاربردی برای زنده موندن نداره، پس نیازی نیست حفظش کنم. پس دفعه بعد که از یه خواب عجیب بیدار شدید و نگران بودید چرا یادتون نمیمونه، بدونید مغزتون داره به روش هوشمندانه داده ها رو فیلتر میکنه. اگه شما هم خواب عجیبی داشتید که هنوز یادتون مونده، تو کامنت ها برامون بنویسید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید.